این شریعت ما از شریعت پیشینه ها فرق میکنه. مثلا هاجر علیه السلام بین کوه صفا و مروه دویدند. امروز ما مردها میدویم، زنها نمیدوند. هاجر زن بودن کو، برای چی زنها نمیدوند؟ این شریعت ما از شریعت پیشینه ها فرق میکند، یعنی احکامش فرق میکنه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه این زدن سنگ ها، قربانی، این عبادت ها همش برای ذکر الله مشروع شده است. مثلا سنگ میپرتایید چی معنا دارد؟ سنگ به همون یک چقوری پرتافتن چی فایده دارد و چی ضرر دارد؟ لیکن ما این کارهای میکنیم، بسم الله الله اکبر گفته میپرتاییم، الله اکبر، یا هر طواف بسم الله الله اکبر میگوییم، وقتی قربانی میکنیم بسم الله الله اکبر میگوییم. این عبادت ها مشروع شد برای ذکر الله تعالی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خذوا عنی مناسککم، شما عبادت حج و عمره رو از من آموزید. یعنی چه خیلی که من رفتار کردم همون گونه رفتار کنید. چه خیلی گفتن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نماز خوانید چه خیلی که مرا دیدید که نماز گذاشتم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله تعالی در محکم قرآن میگوید که هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کرد شما عمل کنید و پیروی از پیامبر کنید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را از آن منع کرد از آن خودداری کنید. یعنی شما باید پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم کنید.